تا روزهای نزدیک نمیدونید که من در کونی کار میکنم. تو همین روزهای نزدیک اونا میدونید که من دریفت نمایندگی کونی هستم. و در مورد تونس اگر بگم که فهمیشی هم ندارن خطا نمیکنم. پس از اونی که ما با اونا در این مسئله سر باشیم من کم بش با اون کسان اطلاع ندارم. اطلاعات اکثر یکان کسی اگر خیلی پشتیبانی نمیکند کونیت و پشتیبانی هم نیاز ندارد. کونیت و پشتیبانی نیاز ندارد برادر عزیز. کونیت اگر درست کار میکنی درست فعالیت میکنی پشتیبان در کار نیست. روزا میسپاریم که هم خیلی برای ما مقرر شده میسپاریم. غیر من زیاده است تا 100 نفره که ما میسپاریم که ما میشناسیم. شما با شکل شهادتنامه فعالیت دارید؟ شهادتنامه درباره فعالیت چی؟ 2008 سال من در شورای عدلیه فعالیت میکردم و شما ممکن شما دونید که من کارگر مخابرات هیچی رو خوندم و پس از وزارت کلوی داخلی در شورای عدلیه در اونجا فعالیت میکردم و من همین پیشنهاد رو کردم که همین خیلی شرکت هست دارم فعالیت کردن از بس که من با مربی سر کار داشتم من جواب رد دادم. نه این خیلی من این کار نمیکنم چون که این مربی نیست است و با من گفتن که بیا یک بار رفته بینیم معقول شد معقول میشد معقول نشد اختیار وقت یک سیر سوال میکنیم ببینیم. من رفتم با دوبای رفتم مالایزیا رفتم با گانکوک با فعالیت این شرکت شروع تکرار شد. من میگویم که من خودم کارگر تفتیشات هستم شغل کارگر تفتیشات و تفتیشات خوب میفهمم و خوب میدونم که خلابی چیست و این بیزنس چیست. وقتی که من همین دیدم با ما روزه شدم اومدم کار قبول کردم.